حضرت عمر صاحب بعضی وقت در بعض شهرها بچه ها با کلوخ می زدن، نمی گفت که من عمر هستم. بچه ها لباسش می کشیدن، نمی گفت من امیر المؤمنین هستم. یک روز یک اسکر آمد دویده خبر فتح مجاهدین نمیاره، سر از سوار از بسیارم تو با تمطراق خبر آورده دیگه. مسلمان ها پیروز شده و مردم. یک آدمی با کالاهای پینه دم رئیسا رو گفت چه وقت پیدا شد؟ گفت دیروز. میخواست سوالی بعدی کنه، پس شو تیله کرد حضرت عمر صحبت. حضرت عمر دور مبارک افتی باز خیز کالایش هم میتکانه از ساک. و برادر استاد چنه یک سوال دیگه مانده، مسلمان ها چند نفر شهید دادن؟ خواهی اینک 10 15 20 30 هرچی که شهید دادن تو رو به این گفا چی کاکا برگم شو استغفر الله. باز عمر صدا میزنه، از دم به اسب میره و او اسبکی مبارک سوار است که میره. کجا میری کاکا؟ چرا ورخطاست؟ سوال مرا جواب بگو. من از امیر المؤمنین میرم. عمر فاروق نمیگه من امیر هستم، نمیگه من ولی و پادشاه هستم، نمیگه من ولیستم و والیستم، نمیگه عالم هستم و عابد هستم، نمیگه من میدانی خسر رسول علیه السلام هستم، نمیگه من وزیر دست چپ رسول علیه السلام هستم. میدانی عمر کسی است که بعضی آیت ها به نظر عمر فاروق نازل میشه. بگو این الله اکبر. از چی هست؟ تواضع. تا شهر میده و سوال میکنه و یک چیزی میگه و باز حرکت میکنه تا که به شهر رسید. او قاصد نمیشناخت، از دیگه شهر بود که عمر است. یک بار مردم متوجه شدن، گاهی به اسب میبرن گاهی به عمر. کسی گریه میکنه، کسی هیجانی شده که چی میکنه با امیر مسلمان ها، چه قسم برخورد متکبرانه میکنه با عمر فاروق. یک بار مردم صدا دادن السلام علیک یا امیر المؤمنین. ای عمر. اسبکی دیگه کی مردی؟ پارسال خدا از اسب به پایان انداخت، میخواست که به پاهای عمر فاروق خدا بیاندازه. حضرت عمر در بغلش گرفت گفت بچه مرگ بنده خاکیستان، هیچ تشویش نداشته، هیچ مشکلی نیست، هیچ ملامتگی نیست. پیام های تا به عمر رسوندی؟ گفت ما چرا نگفتی که تو عمر هستی؟ گفت من عمر هستم نه امیر، من عمر هستم نه بادشاه. در میدان محشر اگر یک تن از رعیت ما شکمش گرسنه باشه که هست، من جواب گفتم میتارم چی رسه که من تکبر کنم. شما زندگی ما ابو حنیفه رو بخونیم، زندگی ما احمد حنبل رو بخونیم. شیرین است یا نه تواضع؟ است یا نیست؟ تواضع کنیم. این با پدر و مادر ما کنیم، با همسر زن ما تواضع کنیم، با اولادکای ما تواضع کنیم. چنان قفاق میزنی که فکر میکنی که صاحبش هستی، تو پدرش هستی، صاحبش نیست، صاحبش الله هست.